کارکرد کردیم. کریتری به همه معلوم است. ما پیش از همه تکیه به کنستیتوسیا میکنیم، کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان تکیه به قانون‌هایی که حیات علمی اکادمی رو به تنظیم می‌دارد، قانون‌نامه اکادمی جمهوری تاجیکستان، نظامنامه اکادمی ما و نظامنامه درباره انتخابات در اکادمی جمهوری تاجیکستان است. در آن تمام کریتری‌ها نوشته شده‌اند که کیها می‌توانند اعضای اکادمی ها یعنی عضو وابسته و عضو پیوسته اکادمی ها باشند. یعنی اون نفرانی که جوابگوی کریتری هستند پیش از همه عالم هستند، در یک از شاخه‌های سمت‌های علم شناخته شده هستند، دارای کتاب، مونوگرافیا، مقاله‌های علمی هستند که در داخل و خارج کشور چاپ شده باشد، مکتب علمی داشته باشند، دستاوردهای علمی داشته باشند، در تربیت شاگردان مخصوصاً تبدیل کردن متخصصان تخصص عالی سهم داشته باشند و دیگر پهلوهای فعالیت علمی آنها پر نظر گرفته می شود و هر شهروندی کشور که جوابگوی این طلبات باشد می تواند حجت‌های خودش را برای انتخاب گردیدن و اکادمی ما سپارد. ما طبق همین ترتیبات همه آن طلبی که بود اجرا کردیم، یعنی 2 ماه پیش از انتخابات اعلام در گزیده چاپ شد. 1 ماه مهلت بود که مسائل تحصیلات عالی کسبی، مسائل علمی، مشاوره‌های وزارت اداره ها نامزدها را پیشنهاد کنند، این کار هم به انجام رسانیده شد. بعد از آن نام داوطلبان در گزیده در مجله ها و چاپ رسانیده شد و تمام مهلت‌ها به آخر رسید. در حقیقت فردا در اکادمی ما جمهوری تاجیکستان انتخابات نوبتی اعضایی و عضویت اکادمی ما دایر کرده می شود. این تمام طلبات ها رعایت کرده شده است. درباره چینانی که بسیار میگن می نویسند از کارمندان دولتی از 42 نفر از عموما 108 نفر داوطلب همگی 4 نفر حجت سپرده است. همگی از 108 داوطلب 4 نفر در منصب‌های دولتی هستند که من فکر میکنم هم اینها عالی هستند، شناخته شده هستند، هم کار علمی تحقیقاتی پیش میبرند، هم در مسائل تحصیلات عالی کسبی درس میگویند و ما حقوق معنوی نداریم که حجت این داوطلبان را قبول نکنیم و در انتخابات نگذاریم. دیگر انتخاب کردن این به واسطه صلاحیت اعضایان اکادمی ما است که امروز 54 نفر را تشکیل میدهند. از اینا 33 نفر عضو پیوسته اکادمی ما جمهوری تاجیکستان و 21 نفر عضو وابسته اکادمی ما هستند که حقوق انتخاب کردن را دارند. و فکر میکنم یک حادثه بسیار خوب هم در حیات علمی اکادمی ما است که ما باز یک تعداد زیادی عالمان را جلب میکنیم که به عضویت اکادمی ما شامل میشوند در آینده برای تحقیقات فوندامنتالی که اکادمی ما از روی آنها تحقیقات میبرد مشغول میشوند. و فکرم اطراف این مسئله یک مشکل نیست، اما طبق طلبات و نظام‌ها صورت خواهد گرفت و من فکر میکنم بهترین دانشمندانی که امروز کار کرده ایستادند، فعالیت میکنند، تحقیقات میبرند و عضویت شامل خواهند شد. من به این باوری کامل دارم.